بسم الله الرحمن الرحیم. با تعمیر کاسه نمد پمپ پارکر در خدمت دوستان هستیم. پمپی که حداقل 350 بار تا 400 بار فشار تولیدی این پمپ هستش. ما پمپ رو اوراق کردیم و حالا از مراحل تعویض کاسه نمد برای شما فیلم میگیرم که اگه یه روزی نیاز بود به درتون بخوره. بله، این کاسه نمد هست که ما حالا بایستی تعویض بکنیم. یه کاسه نمد میخوره سر جاش، بعد خار میخوره، خدمت شما بسته میشه، بعد کوپلینگ شما نصب میکنیم و در نهایت پمپ رو جمع میکنیم و خدمت شما ارائه میدیم. بله دوستان عزیز، کاسه نمد رو ما میزنیم جا. این کاسه نمدهای کوچیک زیاد کار خاصی نداره برای زدن جا. میذاریم سر جا، با 2 تا انگشت میخوره سر جا. اگه توجه بکنید ما گفتیم یه خار داره که این خار باعث این به حدی کاسه نمدمون بره پایین که این خار رو ما بتونیم راحت نصب بکنیم. حله. بله، با خار جمع کن. خار رو جمع میکنیم و میذاریم جا. یه انگشت میذاری اینجا، خار رو جمع میکنی، خیلی خوشگل شسته رفته میشینه سر جاش. بله، ما خار رو جا انداختیم. حالا کاسه نمد رو یه مقدار روغن میزنیم رو لبای داخلی. روغن تمیز، این میز ما تمیزه، فکر نکنید که تمیز نیست. بعد میاریم چهار تا چاپیش داره که ما روبرو میکنیم پیچا رو و میزنیم جا. خب دوستان عزیز، ما کاسه نمد رو زدیم جا، خارم زدیم جا، خواستیم بزنیم روی شفت و الان ببینید چه اتفاقی داره میفته. چه اتفاقی افتاد به نظر شما؟ حالا میکشم بیرون شما ببینید دوستان. اتفاقی که افتاد، فنر این کاسه نمدمون در اومد. حالا ما مشکوک شدیم به این که چه اتفاقی افتاده، اومدیم و شفت رو یه اندازه گیری میکنیم. شفتی که قرار آب بند بشه. عدد 35 نشون میده به ما. و اتفاقی که افتاده اینه که کاسه نمدی که ما استفاده کردیم قطر داخلی 32 به ما دادن و عملاً 3 میل تنگ‌تره. پس توجه داشته باشید که همیشه با هر عددی که به شما میدن و کاسه نمدی که میدن کارتون راه نمیفته. حتما چک بکنید. به خاطر این کار ما کارمون عقب میفته و تا تهیه کاسه نمد کار موفق